ما آدم ها معمولا فکر میکنیم خیلی از اتفاقات زندگیمون تصادفی هن. اینکه یه روز یه نفر رو ببینیم که بعداً زندگیمون رو عوض کنه، یا یه اشتباه، یه درد، یه شکست باعث بشه مسیرمون عوض بشه. اما هاکان منگوش در کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست میگه که هیچ چیز در زندگی ما شانسی و بی‌دلیل نیست. جهان با دقتی بی‌نظیر همه چیز رو طوری کنار هم میذاره که ما رشد کنیم، که آگاهتر بشیم و در نهایت خود واقعیمون رو پیدا کنیم. اون میگه جهان مثل یک استاد بزرگه و آدمایی که وارد زندگیت میشن هر کدوم معلمی هستن. گاهی وقتا معلمای مهربونی هستن و گاهی اون درس‌ها تلخ و دردناک، ولی هر دوشون برای بیدار کردن ما هستن. کتاب با یه داستان شروع میشه که یه مردی بوده و احساس پوچی میکرده و همینجور بی هدف شروع میکنه به راه رفتن توی بیابان و با یه پیرمردی آشنا میشه که مثل یک صوفی آرام و خردمند و لبریز از عشق بوده و شروع میکنه به هم صحبتی با این پیرمرد. و پیرمرد ازش میپرسه که دنبال چی هستی تو این بیابان، و مرد جواب میده آرامش و دنبال معنایی برای زندگی. پیرمرد میگه که در واقع هیچ چیز اتفاقی نیست، حتی دیدار ما. اما مرد در واقع این جمله رو به مسخره میگیره و میگه که یعنی خدا واقعا انقدر وقت داره که بشینه چیزهای کوچیک رو برنامه‌ریزی کنه. پیرمرد میگه که وقتی درونت آماده میشه، جهان معلمش رو برای تو میفرسته. گاهی در قالب یک آدم، گاهی در مقابل یک اتفاق. و همینجاست که در دل مرد احساس روشنی میکنه و احساس میکنه که این حرف چقدر آشناست و همینجا باعث بیداری و آگاهی مرد میشه. در ادامه کتاب پیرمرد به اون مرد یاد میده که باید یاد بگیره که رها کنه و میگه که بیشتر رنجش به خاطر چسبیدن بیش از حد به همه چیزه. ما معمولاً در واقع از بالا به زندگی نگاه میکنیم، فقط تکه کوچیک رو از زندگی رو میبینیم. اما وقتی یکم صبر کنیم و یکم از دورتر به زندگی نگاه کنیم، متوجه میشیم که چرا اون اتفاق افتاده. مثلا شاید یک شکست عشقی باعث بشه که خودمون رو پیدا کنیم، یا وقتی که از کارمون اخراج میشیم شاید باعث بشه که واقعی‌تر خود واقعیمون رو پیدا کنیم، ارتقا پیدا کنیم تو زندگی. و اون موقع است که میفهمی که همه چیز برنامه‌ریزی شده. اگر کسی آزارت میده، اون فقط زخمی از درون تو رو لمس کرده. گاهی اون آدم هم مقصر نیست، بلکه یه آینه تا تو زخمت رو ببینی. وقتی از کسی ناراحت شدی، به جای فرار کردن از اون، نگاه کن ببین که اون باعث شده که چه چیزی درونت فعال بشه. باعث شده که چه ترسی درونت ایجاد بشه. شاید احساسی که سرکوبش کردی با اون زخم باز شده و اون لحظه در واقع فرصتیه برای رشد تو. اگر به جای قضاوت با آگاهی نگاهش کنی، اون درد تبدیل به نور میشه. منگوش خیلی روی مفهوم عشق درونی تاکید میکنه و میگه که ما همیشه دنبال عشقای بیرونی هستیم، یه نفر که بیاد ما رو کامل کنه، خوشبخت کنه. اما حقیقت اینه که هیچ کس نمیتونه ما رو کامل کنه مگر خودمون. در واقع عشق واقعی رو از درون خودمون باید شروع کنیم. وقتی خودت رو دوست نداشته باشی، هیچ عشقی از بیرونم نمیتونه کافی باشه. ولی وقتی درونت رو پر از عشق کردی، حتی بودن در تنهایی هم زیبا میشه. اون میگه عشق یعنی پذیرفتن خودت با تمام ضعف‌ها و ترس‌ها و اشتباهاتت. وقتی خودت رو بپذیری، دیگران یاد میگیرن تو رو همونجور که هستی دوست داشته باشن، با همه اون ترس‌ها و ضعفات. در واقع آدم‌ها به خاطر آرزوها و حتی دردهاشون میچسبن به اون اتفاقات و خاطرات. اما زندگی مثل یه رودخونه است، همیشه در جریانه و اگه بخوای نگهش داری، فقط دردت رو بیشتر میکنی. هاکان میگه رها کن، نه چون بی تفاوتی، بلکه چون زندگی جریان داره و به جریان زندگی اعتماد کن. درد دشمن ما نیست، بلکه پیام آور ما است و هیچ کس بدون درد رشد نکرده. درد مثل آتیشیه که فلز درونت رو بیدار میکنه و خالص میکنه و درد باعث میشه بفهمی چی برات ارزش داره، چی باعث میشه فروتن‌تر، فهمیده‌تر و انسان‌تر بشی. اگر در برابر درد مقاومت میکنی، اون درد دوباره تو زندگی تکرار میشه به یه شکل دیگه.
اما اگه بپذیریش تبدیل میشه به قدرتت. یکی از عمیق‌ترین بخش‌های کتاب برای من زمانیه که درباره بخشیدن صحبت میکنه. نویسنده میگه ببخش، اما نه برای دیگران، در واقع برای خودت. چون وقتی کسی رو نمیبخشی مثل اینه که زهر رو هر روز داری مینوشی و انتظار داری که دیگران بمیرن. بخشش یعنی آزاد شدن از بند گذشته. نه یعنی کار اون آدم درست بوده، بلکه یعنی دیگه اجازه نمیدی اون اتفاق ذهنت و احساساتت رو کنترل کنه. آدمی که نمیبخشه گذشتش رو 1000 بار هر روز زندگی میکنه. اما وقتی میبخشی سبک میشی و در قلب جایی برای عشقهای دیگه و عشقهای جدید باز میشه. بعضی از آدم‌ها فقط برای مدتی وارد زندگی آدم‌ها میشن که نقششون رو ایفا کنن و برن. ناراحت نباش چون اونا قرار نبوده تو زندگیت بمونن. بعضیا فقط میان تا مسیر زندگیت رو عوض کنن یا یه درسی رو بهت بدن. بعضیا میان تا یاد بگیری رها کنی، نه تا برای همیشه نگهشون داری. وقتی بری و از دست دادنها رو بپذیری، آرامش واقعی تازه اونجاست که پیدا میشه. و یکی از زیباترین مفاهیمیه که منگوچ مطرح میکنه و اون اینه که در لحظه زندگی کنیم. میگه بیشتر آدم‌ها یا در گذشته هستن یا ترس از آینده دارن. اما تنها چیزی که واقعا داریم همین لحظه است. همین نفسیه که الان داریم میکشیم. اگه یاد بگیری در لحظه باشی، معجزه اتفاق میفته. چون ذهن آدم‌ها قدرت خلق داره. در واقع گذشته رفته، آینده‌ام که هنوز نیومده. زندگی الانه. پس یادمون باشه هر تغییری باید از درونمون شروع بشه و جهان بازتاب درون ماست. اگه درونت آشفته باشه بیرونم آشفته است، ولی اگه درونت آروم باشه بیرونت هم آرومه. وقتی درونت رو مرتب کنی بیرونم خودش درست میشه و مرتب میشه. آدم‌های شاکر همیشه چیزهای بیشتری برای شکر کردن پیدا میکنن. میدونی اگه به جای تمرکز به کمبودها به وفورها نگاه کنی، اون ارتعاشاتن که تغییر میکنن و در واقع جهان پاسخ ارتعاشاتمونه. اگه مدام از نداشته هامون حرف بزنی، نداشته ها بیشتری جذب میکنی. اما اگه بابت چیزهای کوچیک هم شکرگزاری کنی، نعمت ها چند برابر میشن. به نظر من بهتره هر روز 3 چیزی رو که بابتش سپاسگزاریم رو بنویسیم. باور کن بعد از مدتی دنیا رنگ دیگه ای رو بهمون نشون میده. در پایان هر کسی که میبینی درسی برای تو داره. هر اتفاقی هم که میفته تو رو یه قدم به خود واقعیت نزدیکتر میکنه. شاید امروز معنیش رو نفهمی، اما روزی میفهمی که تمام سختی‌ها، تمام اشکا، تمام آدم‌هایی که اومدن و رفتن همه بخشی از نقشای الهی بودن تا تو تبدیل به همین انسانی هستی که بشی و رشد کنی. پس هیچ چیز بی‌دلیل نیست. حتی این که داری این کلمات رو میشنوی، شاید همین لحظه همون پیامی باشه که جهان میخواسته به تو برسونه.